هدیه، دختری از دل یکی از کوچه‌های آرام کابل، با نگاه فروتن و دل پر از آرزو، در یک کتابفروشی بسیار کوچک کار می‌کرد، جایی که بوی کاغذهای کهنه و هوای خاموشی میان قفسه‌ها برایش مثل پناهگاهی بود از غوغای زندگی. در یک شام بارانی دروازه‌ها آهسته باز شد، جوانی داخل شد، شال خاکستری، بت‌های گلی و چشمان ژرف گویا از دل آسمان شب آمده بود. گفت: دنبال کتابی می‌گردم که برایم بگوید چرا رنگ آبی همیشه دلتنگ است. اسمش کیهان بود، نقاشی از شمال کابل، مشهور به این که هر بومش یک آسمان دیگر است. هدیه آرام خندید و گفت: شاید چون دریا هم آبی است، اما هیچگاه آغوشش را برای کسی نمی‌بندد و این نخستین نخ نامرئی محبت بود که میانشان تنیده شد. کیهان هر روز با بهانه‌های تازه‌ای به کتابفروشی می‌آمد. یک بار دنبال کتابی درباره رنگ‌ها، بار دیگر در پی دفتر نقاشی. اما حقیقت این بود که او فقط برای دیدن لبخند هدیه می‌آمد. گاهی روی کاغذپاره‌ها طرح لبخندش را می‌کشید و پنهانی در جیبش می‌گذاشت. شام‌ها در کافه‌ای در نزدیک باغ بابور می‌نشستند. هدیه اهل واژه بود، کیهان اهل تصویر، اما هر دو یک زبان را خوب بلد بودند: زبان دل. زمانی که خبر عشقشان به خانواده‌هایشان رسید، طوفان آغاز شد. کیهان در خانواده هنرمند به دنیا آمده بود. پدرش استاد یوسف یکی از مشهورترین نقاشان کابل بود، اما وقتی کیهان 11 سالش بود، پدرش در حادثه مشکوک جان داد. بعد از آن نزد کاکایش حاجی نبی کلان شد، مرد خشک و سنتی که هنر را نقاشی بی‌نام می‌دانست. مادرش زنی مغرور و تحصیل کرده همه رویاهای ناتمامش را روی دوش پسرش انداخته بود. او می‌خواست کیهان راه پدرش را ادامه بدهد، اما در چارچوب خواسته‌های خودش، با نقاشی‌های تجملی و ازدواج‌های مطابق آبروی خانواده. کاکایش با خشم گفت: تو وارث هنر چند نسل هستی، نه یک دختر بیریشه و ساده. و مادرش با تحقیر گفت: هدیه، او حتی نام خانوادگیش به گوش ما نخورده. اما در خانه هدیه هم کسی دلخوش نبود. پدرش آقای فرید کارمند یک چاپخانه بود، مردی اهل کتاب اما زخمی از روزگار. با اینکه خودش هم اهل شعر بود، و دخترش گفت: دخترم، پسرای مثل او با دل می آیند اما با عقل می روند. هدیه در میان واژه‌ها قد کشیده بود، اما حالا باید میان دلش و حرف خانواده‌اش یکی را انتخاب می‌کرد. اما کیهان و هدیه از هم دست نکشیدند. در هوای سرد شب‌های کابل، کنار درختان برهنه پارک، عهد بستند که دل‌هایشان را به هیچ قیمت نفروشند. یک روز بی خبر و بی خداحافظی کیهان ناپدید شد. تلفنش خاموش، خانه‌اش خالی. هدیه حیران ماند، دلش 100 پاره شد، اما سکوت کرد. با خود گفت: شاید اشتباه کرده، شاید عشق فقط در داستان هاست. اما او هر شب در دفترچه‌اش می نوشت: کیهان، اگر هنوز جایی در این دنیا رنگ میزنی، بدان من هنوز نگاهت را در خیالم میکشم. کیهان اما در قریه دور در بامیان پناه برده بود. در یک اتاق کوچک روزها نقاشی‌های از هدیه می‌کشید. چشمانش، اشک‌هایش، قهقهه‌هایش، همه را، اما جرأت برگشت نداشت. هدیه با رفتن کیهان شعری از لیلا صراحت را بارها زمزمه می‌کرد: چه شد شکوه باورت، بهار عشق پرورت، که سرشکسته میرسد خزان بینواییت. 2 سال گذشت. در یکی از روزهای تابستانی خزان، هدیه دعوتنامه‌ای دریافت کرد: نمایشگاهی رنگی به نام تو، اثر کیهان. دلش لرزید.
وقتی داخل گالری شد صدها تابلو دید. چهره خودش در نور، در تاریکی، در خواب، در بیداری و در گوشه یکی از تابلوها نوشته بود: تو رفتی اما من هر روز تو را رنگ کردم تا خودم را فراموش نکنم. و درست همانجا پشت آخرین تابلو کیهان ایستاده بود، آرام، شکسته ولی با چشمان هنوز عاشق. آرام گفت: هدیه، اگر هنوز فرصتی باشد میخواهم با تو بوم زندگی را رنگ کنم. هدیه آرام خندید و گفت: شرطش این است که هیچ وقت دوباره خاموش نروی. با هم گالری ساختن به نام اصل دل نقش. دیوارها پر از نقاشی و شعر بود. هدیه شعر می‌خواند، کیهان رنگ می‌زد. مردم می‌آمدند و در سکوت گالری عشق را لمس می‌کردند. هر گوشه از آن گالری تابلوی سفیدی آویخته بود و زیرش نوشته بود: این بوم هنوز خالی است، چون هنوز زندگی را با دستهای هم رنگ میزنیم. کیهان، هدیه.